گیرد زمین او را با آغوش. چنین حکمت مکن از را فراموش. قتل هابیل به دست برادر، ناسازگاری‌های روزگار و بخشش و از همگذشتن‌ها از صحنه‌های اساسی نمایشنامه قابیل بود. قابیل برادرش هابیل را از روی رشک می‌کشد، اما روح هابیل برادرش را می‌بخشد. زیاد شدن حادثه های مانند قصه قرآنی هابیل و قابیل را با اهمیت کرده است. یک حادثه ای که با من گفتم که من نقل کردم که من حیران شدم. پدر و پسر جنگ میکنن، برخشه میکنن، پدر با کارت پسر را زدنی میشود. پسر از دست پدر کارت یک نوچ کرده با پدر میزد. اینا ببینید خیلی یک زمانه آمده است. دلنازا کریمова آوازخوان توجیک بار اول در صحنه تئاتر نقش می آفرد. تصور نمی‌کردم که چه خیلی رول بازیدن ممکن است. وقتی که به من گفتن که در اونجا در یک سپیکتاکل هم نقش مادر رو، یعنی ماما، هم نقش دخترش رو، اقلیما رو بازیدن در کار، من گفتم من میترسم که با طلبات شما جواب ندیدم و آن وظیفه هایی که شما با من میمونید من آیا باید نتونم، لیکن من بسیار کوشش میکنم. گفتم که نپریژوای، ми тебе поможем. نمایشنامه قابیل را اولیاقول خواجه‌قلی، کارگردان تئاتر شهر کانیبادام از روی پیسه جورج بایرن روی صحنه آورده است. هر نسل در تئاتر کوشش میکند که این مسئله را بردارد. چرا میان برادران نافهمی وجود دارد و تا کشتار یکدیگر میرساند؟ ما هم کوشش کردیم که این مسئله را به بررسی گذاریم. ماجرا بین برادران و قتل یکدیگر این مسئله حل نشونده است. ما هم کوشش کردیم اصل مشکل را یابیم، ولی این راه حل نیست. این تنها اندیشه‌رانی است. نمایشنامه را نخستین بار روز 5 سپتامبر در صحنه تئاتر شهر خوجند به نمایش گذاشتند.